هون گداریا رادیو رتزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیو رتزه اند کارن ببین تور اینترنتی پوی ناونیشانه مالپرا اریا تزه نقطه کم ایرو شمی 23 سواتیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین به هفته بکن شیورمند انجمن آسای شهری کردستان مسعود بارزانی جبو بجداریت کنگره ولایی نمونتوایی لمیونخینی هفته یک بریوه چو آلمانی مسعود بارزانی لمیونخینی چند جوینین گرینگ گل بر بسیارین ولاتن جدا پیکانین گل سروکی کمیسیون برگری پارلمانتوی آلبانی و اندامین کمیسیون وزیر دروایی ایرانی نونری تایبتی سکرتاریا نتوایی گرتی بو سوری گیر پدرسن وزیر بروانی بریتانیا گیوین ویلمسون وزیر برگری ترکیه هولوسی آکار جگری وزیر دروایی آمریکاش بو خبات عراق و ایران اندرو پیک گل نونری تایبتی آمریکاش بو سوری جیمز جیفری مسعود بارزانی هروا لگل وزیر دروایی روسی سرگئی لاوروف هروا سروک پارت شیورمند آلمانیا انگلا مرکل آنیگرت کرامپ کریم باور و شیورمند جوات آسایشی عراق فالح فیاض را جویابو هفدیتن و داخلین گرینگ کنفرانس اولایی یا مونخین یا پنجان انجام دان کنگره اولایی یا مونخین رجوعینی دست بکر و حتی رجوع یک شبه بوری دوم کرد دجوینا 18 سبات یا پارلمانتوی کردستان دا دسته سرکاتی پارلمانتوی هات هلبجارتن الگور انجام پروسه دنگدانی پوستین دسته سرکاتی پارلمانتوی وی آوایی بو والا فرید فراکسیون پدکی بوایی که دمکی بو سرکا پارلمانتوی حتی فراکسیون یینکی کاندیدات خوش بو به پوستی دیار دکه و اگر که مزنه بگرد طلبانی به هر وا همین هبرامیش فراکسیون پدکی بو جگری یکم یه سرکا پارلمانتوی منقی و چیش بکتاین ترکمن برکفتن دنو آلین ترکمن دا بو جگر دویام یا سرکا پارلمانتوی او جبو دم دو سالان دوی پستی دا بردوانده به پشتر آلین ترکمن کسی که دنج بو وی پستی دیار دکن جبین پارلمانتوی بی ینکی و فراکسیون یگرتوی اسلامی کردستانی بریواچو سبب ابو جبو که درباره چند پرسان هف نگربون پیوداری یکتیا نشتیمانی کردستانی را گیاند پشت بجاردن دسته سرکاتی پارلمانتوی کردستانی قناق کنو یا رفشا سیاسی الحریم کردستانی هاته پیش پولیت بیرو ینکی بو گوتو پیشکرنا هلوستا ینکی درباره گارتن پروسه سیاسی الحریم کردستانی سلیمانی توای رخستن و نوندن بریاردان یا پارتی خارجویان لسر الهفکرنا پدکی و ینکی و پشت فراکسیون پارلمانتوی کردستانی بریار بو روز 18 سبات ساعت 11 پارلمانتوی کردستانی یکم روزداندن خو انجام بده او دسته سرکاتیا پارلمانتوی ببجیره یینکی دخواست پاشخستان 24 ساعت خواسته بود لی پشت را جوین بود 4 ساعت هات پاشخستان و فراکسیون یینکی بجداری جوینی نبود دوی جوینی دا دسته سرکاتیا پارلمانتوی هات بجاردن هر دوی چارچوبای دا و بری رونشتاندن پارلمانتوی 18 سبات دا پارلمانتار و کاندیدات یینکی بو پست سروکی پارلمانتوی بگرد طلبانیت کنفرانس که روزنامه‌نی دارا گیاند شیوروان پدکی را بردوام بو بگیجن رکفت هر وا بگرد طلبانی اشکره کر پوستا پارزگری کرکو که پرسا ناکوک یا نابرا ینکه او پدکه دایه دوشمی پارتی دموکراتی کردستانی و تفگرا گرانی رکفتنا سیاسی امضا کرد. بدکی و گران جویان و رکفتنا سیاسی و رکفتنا هاتنا نوا کابینت نو یا حکومت حریم کردستان امضا کرد و گور رکفتن گران بجداری کابینت نو یا حکومت حریم کردستان دبه. کنفرانس که روزنامه‌نویس دا اندام پلیتبرو بدکی دکتر روشنوری شویاس و اندام خانه راپراندن یا تفگرا گرانی جلال جوهر هیوی خواستن و رکفتن وکخوا بیبجی کردن. سیشمی 19 سبات النوچه صلاح الدین یا حولیری سرک مسعود بارزانی پیشوزیر جگری سرک وزیر بلژیکا الکساندر دکرو و کمیسار یکتی اروپایی هفکاری ین مروی کریستوس پیلانسکر و گلوان جویا تهدیدن دو جگری سرک وزیر بلژیکا رول سرک مسعود بارزانی و حریم کردستان یا لمبری شهر داعش و درستکردن آرامی النوچه بیرخسته بو راگیاند که هاتون آوان پشتراستکردن وی پیام یکتی اروپا و بلژیک پشگری آوان هولند کن که کردستان و عراقش بو پیش کردن و پیکانین آرامی و روبروبونا تروریه. الکساندر دکرو تکس کرد که هیچ کاری زیده مایه که پیوسته به انجام دانش بو به یکیجی بلژیکا و یکتی اروپا و که هفبشی حریم کردستانی دمینن و پا بندی و هفبشی دبن. درباره رفش حریم کردستانی داد دکرو پیروز باید سرک بارزانی کرد بو بجارتنا سرک پارلمانتوی کردستانی و هف یک پنگاوه که ارینی پیشوچون پروسه سیاسی حریمی دازانین. سرک بارزانی جسپاسیل بلژیک و یکتی اروپا
ولات هف پیمانیا نادولتی کر کل شهر دجدایشی پشتوانی هزین پشمرگی کردستانی بونه و وان هف کاریون انجامه باشه بویه. بارون زده اولیهی ترمند بن هنده گورین کمیین شنگالی در خستن سریع اردی. خزمن کسی که ترمی واند نوان گورین کمی دانش برکل 4 سال بسر شهر دایشی و در باز بیجی حتی نا ترمین خزمن واند نهات نه در خستن نرازینه. ریجنه وکرنا گورین کمیت سیمه این داویدا تنی 2 جاران سردان شنگالی کریه. لی بلش برد نارامی و حریمی نکارو بیال سر گورین کمی خباتان بمشینه. همولتین شنگالی دبیجن که پشتی دایشی گیریشی شنگالی کریه. ایزدین که قتل کریه بشویه که کمی بناخ کریه. لی پشتی 4 سالون جی ترمین افکسین هاتن قتل کردن جگورین کمی نه هاتن درخستن بر پرسل هریمشی پیوستیو کلاندونا گورین کمی دست نشون دکن و دخواست دکن قد نابر دحوک و بغدای دا کمیسیون که بیش به دامزراندن دا که دست کلاندونا گورین کمی بکه گور آگاهیان حتی نهانیزی که 1000 ترمین ازیدیان هفته یک گورین کمی دا و شارتینه لوانی لگندن نوچه اردیشه که 25 روزن دبن دوربیجا جندرمای دایه نوت کس هاتنه گرتن. نوچه اردیشه یاوانی که بردوام راستی اپراسیون لشکران ده هات ازانی که 22 روزن دا سرد سود مالان دا هاتیه گرتن و نوت کس هاتنه گرتن. دما سرد گرتن مالان دا لشکران زارو کن و گنج اشکنچه کرنه و دمک دریج نوا تا خانداد گرن. سر دوزگریا کمری یا وانی سر گوتارا سزایی تمالی دا میتینگا وانی دا علی پرسین وکر سر دوزگری بسبب پروپاگاندای رخصتنا تروری و بیرزی یا دزگه و سازین دولتی دلی پرسین جدا وکرن علی دن درباری پارلمانتوی HDP سالینا ایدانیز دا جبود سبب که دست پولیس کی گس کریه و نیشت پولیس کاری خوبه که لی پرسین هات وکرن سر کمری ترکی رجب تایپ اردوگان میتینگ که دا گوته بو افده حسابش سالها ایدانیز بخوازن که دست پولیس کی گس کریه رایدرین HDP دبیجن دما پارلمانتارال دیار بکری خواستنه بر مولو لیلا گویان بمشن پولیسان پورا سالها ایدانیز کشاندنه و اف آبیتنه ارده الگور را پرسین نفرمی بکارانین زمانی کردی آنگو زمانی دایی که باجارین باکوری کردستانی هر چه کم ترتبه جواکناسین کرد رادگینه کل باجارین باکوری کردستانی کردین که خوابک کرد ناز دکن نابره نوت 5 و 3 سلفی دانه لیو رقم دواری بکارانین زمانی دایی که هر وا خواندن و نویساندن زمانی کردی گلک کم تره سر مترسیاج داوچون زمانی کردی سال بهری الباجاری آمدی نه پارتین سیاسی گیشته نه و پلتفرمک نوی پلتفرما پراست و پیشوابرنا زمانی کردی آوا کرن آرمانجا سرکه یاوی پلتفرم اوه کردی نو کردان دا دی سبب زمانی نو مالی و بازاری پشتی شنبون کماره ترکیه مخصوص پشتی سال 1925 زخت سر کردتی و زمانی کردی هر زیده تر با حتی سال نودانجی قدغن سر کردی سال به سال زیده تر دبون لیب فرمی 25 ماچلی یا سال 1991 دولت ترکیه قدغه سر زمانی کردی را کرد پشتی را کردن قدغه سر کردی باکوری کردستانی کردی آخفتن زیده نبود. برای وی هر کم تر بود. هر چند تکوشینا سیاست جالی خستن و پارتی سیاسی و هر دایم هات بکرنجی وی یکیل گور راپوران کردی آخفتن زیده نکرد. رخصتنا چند زانستی و پرورده نتوان یک بود سال 2080 راپوره که دا اشکره کرده بود. کود جیانی دا 6700 زبانن 2400 وی دبن مترسیا تنبونه دانه. تقینه که اتومبیل که بمبکری نوند باجاری افرینی چه بود تقینه دا کسی که جان خوش دست و 7 کس بریندار بود روزا پیشمی تقینه که مزدن جدای ولات نزدیکی نخوشخانه درسیم نوند باجاری افرینی چه بود الگوری آگاهی دست که دهم قربانی نه نوند هجمار کچکدارین پوزیشنی او کسین سیبیلانه هر وقت ما بیروجی تقینه که البرگه که لشکری یا یه بگل کوبانیشی چه بود الگور چفکانی که تایبت دوی تقینه دا 4 شروان یه بگه او سیبیل که 15 سال جان خوش دست دانه حتی آنها بر پسین یه بگیر سر سده متقین زانیاری که ندایه دنجا متقین دل گنده شهل یا رجلات دیرزوری 20 کسان جان خوش دست دانو هجمار کسی دنجی بریندار بون روانگه سوریه مافیم روان بلاف کرید نوف قربانیان دا 6 شروان نسیده هنه او دبک و هجمار کشتیان زیده تر ببش بر گرانیا برینن هنک برینداران
گوری آژانس اکثر پوزیسیون سوریه و تقینه که باجاروک خندور یه رجوای باجار جرابلس یه با کوری رجلات باجار حلب کدبن کنترل ارتش ترکیه و چکدارین ارتش آزاد دای رودا دنجه متقین دستی لشکرین ترکیه و سی چکدارین ارتش آزاد هاتن کشتن میدیو فرمیا ترکیه بحث و تقینه دیگه حتی نام بحث و قربانین وی نکریه نزدیک بوناش نابرنا دایشی را آمریکا فیبانیا نادولتی لروجوای کردستان کردان را هین هفدیتن پیکانین. فرمانداری نوندی یا آمریکا فرمانداری گیشت یه سدی را هفدیتن پیکانی و نونری پیمانیا نادولتی جبیین کسی را هفدیتن کرن. هر دو هفدیتن اندازی تکزی هاته کرن که آمریکا و پیمانیا نادولتی پشت کردانه. هفدیتن نابر پیمانیا نادولتی و پارتی نافاتی تا کت 16 محاسباتی تا پیکات گلک خالینگریدای سبروج سوری هات نگوتو بیش کرن و درباره موافقه کد سوریه پیش روزی دا نونری پیمانی نودولتی دا کفشه که به یک ریزیا مالا کردی دی کرد دستکفتیال آزانش نکن. بنزیک بونا تکبرنا دایشی و اگر جیبجی کردن بریار وکشاندن هزین آمریکای سوری فرمانداری هزین سوری دموکراتیک جیب فرمانداری نوندی یا آمریکای را هفدیتنک پیکانی وش بو که کمکشی جاره کردن سر کردن دوباره نبن فرمانداری هزیدش آمریکا خواست 1500 لشکرین خواه دوری بیلن. هر وقت درباره دمزراندن حریمه که اوله رجلات جمع فراتجی فرمانداری هزیده تکس کرد که پیوسته که اف حریم دبن ریبریا ناو دولتی دابه. انجمن لشکری سوریه دموکراتیک هفتیو بوریل باجار هسکی جیویو بو جیوینی دا استراتژیا خو راگیون او هشبارک بریارستان هسده دیار کر استراتژیا وی لشکری شکونو خو بیرا دی سر دو استانبه بکم شنا برنامه‌دایش پفکاری هفبانیا نادولتی دیام نیشتنا و جینا جواکی او ابوری یا دایشه هر و دیار کر کارش بو دزگار کردن افرینی او وگراندن خلق وی او روستاندن پروسی گارتن دموگرافیل افرینی شکارین پیشن ین هسده به انجمن لشکری یا هستی بحث پیوندین حکومت سوری را کر او دازانین اوی هل بدن بریا دانستاندن او گوتو پیجان چاره گیش پرسگری کار را ببینن انجمن لشکری یا هستی هر و دخینی دا راگیاند او دخوازن بریا دانستاندن پرسگری که خواه حکومت ترکیه را چاره سر بکن تکس کرجی اف پیشوازی اواکرن حریم اوله یاد بن جبدیریا ناف دولتی دادکن لی چندکی بریوی نونری تایبتی آمریکا بو کاروبارین سوری جیمز جیفری کنفرانس آسایش جهانی یا ممکنه دا گفت پشتی وکشینا هزین آمریکاش سوری آمریکا راضی نبه رژیم سوری لشونو هزین و جیبه به هر وقت فرمانداری آمریکی پولا کامیرا جیراکیان اگر هسته رژیم سوری یا بروسی را الهف کرد او وک هف پیمانش هسته را نامینن دی همو پیوندی و پشگیری خوشی را راوستینن هفسرو که دسته جیبجی کار یا انجمن سوری دموکراتیک جبو چند دوسیون درباره رفش سوری و رجوای کردستانی دا سردن و پایتخت بریتانیا باجار لندنی کر اولگل رایدرین بریتانیا جویا هفسرو که دسته جیبجی کار یا مجلس سوری دموکراتیک الهام احمد دا خواست بلاف کردن هزک نادولتی رجلات فراتی کر وجود به ولات اوروپی خودی چکداری خود در کبن تفیوینه که دا الهام احمد راگیان که حتی ناوان برسیوه که زلالش ولات اوروپی سرورگتن و نزدیکی 6000 چکدارین دویش و ملبتن وان که خلقین اوروپایی ورنگرتن او یک جیدل گرانیه برینو سروکا دسته جیبجی کار یا انجمن سوری دموکراتیک سردن فرانسا و آمریکای جکره بود چرچوای سردن خال آمریکای گل سروکی آمریکای دونالد ترامپ جویا و هجمارک دوستین درباره رفش سوری و رجوای کردستانی دا گوتو بیش کرده بود وزیر دروازه روسی سرگئی لاوروف رادگینه آمریکا هفته دستوری دابش بکه و دولت که کردی رجلات فراتی آوا بکه سرگئی لاوروف کنفرانس که رجدوانی داراگیاند آلمانجا آمریکای دابش کردن سوری و دولت که کردی رجلات فراتی آوا بکه واشنگتن ریناده دورین دستی پیمانی بدوی وگره بن سروریا دولت سوری هر و اوی گفت آلمانج او سروریا دولت سوری سر توای خاک سوری هب و جوک نو دولتیجی بشگریا و یکی دکه لی آمریکا تبی و یکی نو به آلمان جوی نهازلال بیه که دابشکردن سوری و وکردن دولت که بچوک رجلات سوریه. اویر و دا کفشه که اگر آمریکا هزی خوش سوری وکشینه ده باندورا و یا ارینیل سر جرسری سیاسی سوری هبه. پیداری وزارت دروازه آمریکای روبرتو پالادینو کنفرانس که روزنامه‌نویس دا برسی و وزیر دروازه روسی سرگئی لاوروف داده او دبیجه روسیه شاید که دبیجه آمریکا دخواسته سوری دابش بکه. سرپرست آمریکا قداندن پلان دابش کردن سوری دکه وی دیپلمات آمریکی گفت بگمان رفش نبوی آواییه.
شیورمند سیاسی امیدی یا سروکی سوری حسین شابان کنفرانس والدای یا نادولتی یا درباره رجلات نابین دل موسکو را گیاند افدسلات ریببری خاصرج بو کردان رد کن او گود ریببری خاصر دیریل بر پرچبون خاک سوری وگه هر وها شیورمند سروکی سوری جوجنوان را گود کرد بشک گرینگش گلی سوریه دانستانونش دستپیکی با کردان را بردوام لی بشکش کردان خواه راسپارتنا بریار آمریکا و پرزگریکا وان را هیه لی درباره کردن سوری دا اف کردن سوری نه او مافی همو ولاتیان پیش یاسا و دستوری وکهبن داویا هفته بوری هزین سوری دموکراتیک بگه یا هری داوی یا دایشی یا الگنده با خوز یل پرزگه دیرازوری یا سوری کنترل کر هات ازانین چکدارین دایشی او مالبتن وان خواه را دست شروانون کرن چکدارین دایشی او مالبتن وان زیدتری حیشته وسایت بارهلگرش آلی شروانین حسیده و بو جیندن هاتن بگواستن مالبتن شریم جر کنترل دایشی رویانا و مالبتن دایشی هزین سوری دموکراتیک دست سر کرن و الکامپا هولی یا حساکی تینه گرتن. نو وان دومین داویدا پرانیا وان جن و زاروکین دایشی نه و بگیشتی 37,000 کسان خواه را دستی حسیده کردنه. نو وان کسان دا جن زاروکین جوالاتن اوروپا هاتنه تولیری خستنه بونه جیهنه. دی گوتن که 3,400 چکداران خود نو سیبیلان دا بشارت دا جیهاتنه گرتن. مجرد دادگاه کردن گرتین بیانی ین دایشی کل جمع هزین سوری دموکراتیک نه بیه مجرد که هستیار سر آستار نو دولتی هستی دی بیشه که اف نکارن وان گرتین بیانی ین دایشی زندانان دول جمع خواه بیلن امریکا جوالاتین یکتی اوروپای دخوازه که چکدارین دایشیش آلی والات خواه بینه برگتن و والات خواه بینه دادگاه کرن هنک جوالاتین اوروپای رد کن که اف پیشوازی وان گرتین دایشی بکن سدم جدابون و نیرین و هلوستان دوی درباری دا دبکن ناکوکی دن نابر امریکا و ولاتین یکتی اوروپای دا دروز بپه تمندمی داجی امریکا گفا بردن وان گرتین دایشی دلی سدی رد که وان گرتیان برده روز 16 می سروکی امریکا دونالد ترامپ توییت دا گفت که حیثیت چکدارین دایشی سوری دیل هات نگرتن و دا خاص جوالاتین اوروپای که وان چکدارن ببنه ولاتین وان و ولاتین خواه بینه دادگاه کرن وزیرین دروایی یکتی اوروپای جوین خواهی مهانال درخستن و یک مجارین جوینی بون مجارا چکدارین بیانی ین دایشی ین بدیل گرتی بون وزیر دروایی نام سایکارین کنیسی دبیشه هر ولاتک برسیبه که وی هیه اجبر که ولاتک هیه خودی هجماره که گلک یا چکدارین بیانی ین دایشی سوریه و نایل اف چکدار وگرن ولاتی خواه وزیر دروایی هنگاری پیتر سیگارتوشی دبیشه که افری نودن اف کس وگرن اوروپایی بردف که وزارت یا آلمانی دبیشه هر ولاتک آلمانی و اف کسین دریزا دایشی دا شرکرنه مافی وان هیه که وگرن آلمانی لیدوی پروسیه وگرن وان بریا بایلوسخانه و کنسولخانه به فرانسا جینل گل دخوازه ترامپ وزیر دادگی وی ولاتی دبیشش بو ورگرتن و دادگاه کردن همو چکدارین دایشی نا اف نکارن دخوازه ترامپ جیب بکن هزین سوری دموکراتیک رد کن که چکدارین دیلگرتی ین دایشی آزاد بکن لی نشانی به یکیش دن که اف نکارن وان گرتیان زیندانا بهیلن حسیده دخوازش ولاتن که چکدارین گرتی ین دایشی وگردن ولاتن وان وزیر دروایی امریکا ماک پومپیو تکزده که اگر ترکیه یریشی سرکردان هف پیمانین امریکا و سوریه بکرده باجه بده. پومپی اشکره کرجی نقشه تمامی هاتی آمده کرنج جبو پشتی وکشین امریکا و سوریه هف پیمانین وان کتل سوریه پاراستی بند. اما جب بیجی کر گارانتی بی یکیش هاتی کرن الگل دایشی برب جنابنو یک جاری ده چه دوی هف پیمانین وان پاراستی بند و اگر ترکیه یریش بکرده باجه یریشی بده. لی اف نه جرایی کم رایدرین امریکی یم پای بلند سوزا پاراستنا کتش پشتی وکشینی دادن. شرمند آسایشان تبی امریکا جون بولتن جی دست بکا ایسلندا گوت امریکا بی پاراست نکردن سوری و نکشه. نوند آلیکاری یا پارتی رجلات کردستانی پلکفت هاتنا روژا جیانی یا زوانی دایی که درباره رفش زوانی دایی که ایرانی و بپیکرنا مافین پیکاتاین وی ولاتی نامه یک یونسکو را شاند او تیدا دخواجه جخستنا یونسکو یا سرد توانی یکرتی واده که جبو جیب جکرنا مافی خواندن و پرورده زوانی دایی که او داویانی نا بپیکرن تایران دویواری دا گواشتان بخسر حکمت ایرانی نامه خودش بوری خستنا یونسکو نوند آلیکاری یا پارتی رجلات کردستانی تبیشه ایران ولاتی که
پر کلتور و پر نتوای و لگوری پیمان جیان یا مافین زمان یا رخصتنا یونسکو و پیمان نادلتی مافین مدنی و سیاسی ین نتوای یگرتی پیوست هر نتوای زمانی دایی که بخوینه و پرستنا کلتور خودجی آزاد بند. لیکومرای اسلامی یا ایرانی تگاوه کش بوان همو پیمان نادلتی نویجه که امضا کرنه تنی فارسی و که زمانی فرمی هاتیه ناس کرن و مافین پکاتاین دن که زیده تر جدیو خلق ایرانی نه بم پیده که دنگ و بحثین جیانی ترکیه یکب آمریکای را سر سوریه خودی نیرین و پولیتیکای جدای نهاجی مجرا مشکن اس 400 برنبری هف رادرین ترکیه دبیجن حتی مهاتیر می مشک دل ترکیه بینه جیبجی کرن برنبرین بی یکی رادرین آمریکی جی عاجزی و شیارین خو روبرت که و بی یکی اندامتیا ترکیه یا ناتو جی تی نقاش کرن هن پاسپورت بیجن آمریکا نش بر اندامتیا ترکیه یا ناتو دبیجارین بزرگانی و لشکری دا ترکیه بخ نواتنگو سیدا هن پاسپورین ترکیه جد بیجن پرزگریک نوبرا هر دو ولاتان دا بردوام بکه نوبرا ترکیه آمریکایی دا مجرا روسیه کرینه مشکن اس 400 که سیستم پراستنا هوایی جرکتن بویه سدما راگشی و نقاشان گوری هنک پاسپوران جی ترکیه حتی که مجارین منبیچ رجلات فراتی و آلیکارین بویه پگی ش آمریکا گارانتیم دست نخد دی بریار روسیه مشکن اس 400 بستینه و اف مجار دی وکه پرزگریک نچاره سرکری بدومه شرمندی انجمن آسایش عراقی و ریبری گروپا اطفال فیاد دیارد که اندام دایشی و که نفش نوی القاعده کارش نو و خبر خستن بکن فیاد شکوار آلمانی دشبیگی را آنیزمان امدلگران که اندام دایشی و که نفش نوی القاعده کارن خبر خستن بکن گور هن آگادارین وان تفگرک بدن عردی و شرط تیرک خستن او یک دی تویا جیانی رهوا آلمانی را به مترسیک اوی گوچی که هنجی سرکفتن و توی هم بری دایش نکاره بی راگیاندن دایش هاتیه لواس کرن درب خوریه لی سرکفتن و داوی یا قداندن دایش بدست نکردیه روزا چهارشنبه سروکی روسی ولادیمیر پوتین گفت یریش کردن سر آمریکای دخواه و دبیشه که اگر آمریکا موشکان ولات نزدیک روسیه بلا بکه مسکو آمده یریش بکه سر آمریکای ولادیمیر پوتین پارلمانتوی ولات خود آخفتن سالانه دا راگیان که روسیه نخوازه روبروی آمریکای ببه اونا به یکم عالی که موشکان بلا بکه پوتین دیار کرد که اگر آمریکا موشکان ولات نزدیک روسیه بلا بکه مسکو آمده یریش بکه سر آمریکای نه تنیوان جین که آمریکا لیه سروکی روسیه شد بیشه که چکی نو چید کن که مجال وان هیا وان نوندان بکه آرمانج که سیاست بدارین آمریکی تیدا بریارددن دست بی که وی مهید آمریکای را گیان که جری کفتن هزین اتمی یا نوندی بدکشه سروکی آمریکای دونالد ترامپ بیشه که روسیه بویه سدم و وکشین آمریکای جری کفتنه لی پوتین دخفتن خود دخینی ترامپ رد کرد ولادیمیر پوتین دیار کرد که روسیه آمده سر نیشتن رکبری ها چکن گوتو بیشتن زیده تر بکه لی اشکره کرد که اول دریه که کریته که مازال سر هبه لی ناده Parlamentoy Avrupa'ya raporta ravestandina danostandina nabera Türkiye u yektiya Avrupa'ya pesend kir. Raporta ka brivebria parlamentara Hollandikati piri uş ali lijne pevendin derve ya Parlamentoy Avrupa'ya ve hatı bu amede kirin çıl heft dengin eri hatı pesend kirin. Her ve heft endami lijne pevendin derve ya Parlamentoy Avrupa'ya dengin na danevi raporti. Raporti da gıtın efseruki HDP'yi Beri Saladin Demirtaş u Osman Kavala gıtın set şist dezgeyin çöpemeni u gelek babet دن و کریارن در ریاستایی ترکیه هاتیه نرخاندن یکش بابتن گرنگین راپورتی جیبن پیکرنا مافی بروان ین افرینینه در راپورتی ده هاتیه گوتن که آتش آزاد یا سوری که ترکیه پشگریاوی ده که کردن سیویلش افرین در خستنه و دست دانیه سر مال و ملکنوان و مال و ملکنوان تالان کریه هر واش ترکیه آتش آزاد یا سوری هاتیه خواستن که بدل زیانی که هاتنه کرن دابین بکن در راپورتی داش بو پیشیلی گرتنا من پیکرن مافی مروان ین باجارین باکوری کردستان جی ترکیه را دست بکرنا چرا سریا آشتیانه هاتیه پیشنیاز کرن. در راپورت دروا درباره پیوندین سرکاتیا کاروبارن اولی و دستگاه سخوری یا نتوی میت گرتنا هفته 8000 کسان تکاشین دژی ترور دا به پیکرنا مافی مروان اپراسیون رواندن دریاسایی والاتندن و گلک مجارندن دا گازن ترکیه تین کرن و تخواستن که ترکیه توشوان کریاران برده.
پشتی اشکره کردن راپورت پارلمانت اروپایی بدف که وزارت درباره ترکیه همی اکسوی بدخینی که برتک نشان داد. اکسوی راگیان گرانی که حقوقی یا به راپورتی که بانک فرمی را وستاندن دانستاندن نابر ترکیه و یکتی اروپایی که تنیه او گود راپورت نوی قبول کردن. همی اکسوی دست نشان که که راپورتش عالی لجنه پیوندین درباره پارلمانت اروپایی و هاتیه پسند کردن. لی بله افهیوینه که راپورت داوید روشتاندن لجنه گیشتی یا پارلمانت اروپایی یا 11 و 14 آداری دا یا جید 25 و 28 آداری دا به پسند کردن. بدف که وزارت درباره ترکیه رو داخل کردن. ترکیه بیواجوی بجداربون یکتی اروپایی دایه و بریار دایه که دویر یه دا خبات خواهین ریفورمان بمشینه. Udari Nižava buvešano dengu basen artiki šerčor parčein Kurdistani u Kurdin diaspora hervo nučej nonetevi. Jara kedin disat servi novinishani emi rasti hevbin. Amedekar u rivebro dengu basen nu ya radyo reteze Belas Türkiye hattani ivešano nu bimid navakhir khashi uslametiye da.